سلام بر شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به تظاهرات بزرگ نه به روحانی در پاریس اختصاص دادیم. تظاهراتی که فریاد اعتراض اقشار مردم و مقاومت ایران را به سفر رئیس رژیم اعدام به سرزمین حقوق بشر ابراز کرد. در این تظاهرات بسیاری از شخصیت‌ها و منتخبان فرانسوی و شهروندان فرانسوی و اروپایی در کنار مردم و مقاومت ایران ایستادند. در این تظاهرات شهروندان و شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه نیز شرکت کردند و همدستی رژیم آخوندی در کشتار مردم سوریه و صدور بحران و تروریسم را محکوم کردند. در تظاهرات نه به آخوند روحانی در پاریس، شخصیت‌های سیاسی و منتخبان مردم از فرانسه و کشورهای دیگر ضمن شرکت و سخنرانی در این تظاهرات سفر آخوند روحانی به فرانسه را محکوم کردند و با مقاومت ایران و با مردم ایران ابراز همبستگی کردند. استرون استیونسون اولین سخنران این تظاهرات بود که در سخنان خود گفت روحانی یک میانه رو نیست، بلکه یک قاتل است. روحانی مسئول حکومتی است که از اساس باطل است. او یک فاشیست است. از روحانی نباید استقبال کرد. اثر انگشت روحانی روی حملات به لیبرتی به چشم می‌خورد. این رژیم از جنبش خانم رجوی می‌ترسد و ما اروپایی‌ها باید در کنار مردم ایران باشیم و هیچگاه نباید با فاشیست‌هایی مانند روحانی معامله کنیم. خانم رامایاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه سخنران دیگر این گردهمایی بود. وی در سخنان خود روی واقعیت دردناک اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد و گفت که از آن نباید چشم پوشید. دولت‌ها نباید در معامله با رژیم حقوق بشر را نادیده بگیرند. دیدار روحانی از پاریس باید فرصتی باشد برای بلند کردن صدای اعتراض. این رژیمی است که بالاترین رکورد اعدام‌ها را در جهان در اختیار دارد. ژیلبر میتران رئیس بنیاد فرانس لیبرته گفت بنیاد فرانس لیبرته همبستگی خود را با مردم ایران اعلام می کند. پیشرفت و حرکت جهان باید به سود همه بشریت باشد. این بنیاد از جامعه بین المللی می خواهد که صدای این مردم مظلوم باشد. اعدام جوانان، مجازات های ضد انسانی همچون بریدن دست و پا باید متوقف شود. دومینیک لوفر نماینده مجلس ملی فرانسه گفت امروز ما در اینجا تظاهرات می‌کنیم تا این پیام را در رابطه با سفر روحانی بدهیم که ماهیت این رژیم تغییر نکرده است، چرا که این رژیم هیچ کدام از آزادی‌های دموکراتیک را نمی‌پذیرد، حتی در درون باندهای خودش. بدون تغییر این رژیم ثبات در منطقه خاورمیانه برقرار نخواهد شد. ژوزه بووه نماینده پارلمان اروپا از فرانسه و رهبر جنبش دهقانان گفت در پارلمان اروپا ما به همراه تعداد زیادی از همکارانمان از مقاومت ایران و خانم مریم رجوی حمایت می‌کنیم. برای اروپا حقوق بشر باید بر تجارت و بازار اولویت داشته باشد. هنری لوکلرک برجسته ترین وکیل فرانسه و رئیس افتخاری لیگ حقوق بشر گفت ما 50 سال است که علیه مستبدان در ایران می جنگیم.
هم در زمان شاه و هم در زمان حکومت کنونی. روابط تجاری تنها باید در صورتی وجود داشته باشد که اصول اساسی حقوق بشر رعایت شود. ما خشمگین هستیم به خاطر هزاران اعدام در سالهای اخیر و بیش از 2000 اعدام در زمان ریاست جمهوری روحانی. جمهوری فرانسه نمیتواند به خاطر منافع حقوقی و حتی دیپلماتیک روابطش را با مستبدین ادامه بدهد. Pour ma part, il y a plus de 50 ans que je me bats contre les tyrans qui mettent le peuple iranien en coupe. Chers amis, c'est vraiment وزیر خارجه پیشین ایتالیا گفت اتفاق بدی موقع ورود روحانی به ایتالیا رخ داد. سمبل ایتالیا را به خاطر این سفر و به خاطر مماشات با این رژیم ارتجاعی پوشانده شدند که باعث شد همه در ایتالیا خشمگین شوند و به این اقدام اعتراض کنند. این تظاهرات بزرگ در فرانسه به خاطر نگفتن به رژیم ایران است، رژیمی که به وسیله شبه نظامیانش در سوریه و در عراق دست به کشتار می‌زند. نباید با چنین رژیمی معامله کرد. Les symboles mêmes de la culture romaine, la statue de Vénus, des peintures sur l'histoire ancienne de Rome. دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت گفت روحانی اگر واقعا میانه رو بود باید اعدام‌ها را متوقف می‌کرد. باید اسیدپاشی را متوقف می‌کرد. اما او مشکلی با اعدام‌ها و این جنایت‌ها ندارد. جهان از شمار اعدام‌ها در ایران شوکه شده است. تا وقتی که امثال روحانی در حکومت باشند، ایران دموکراتیک نخواهد شد. راه حل در ایران مقاومت سازمان یافته است که توسط خانم رجوی هدایت می شود. Nous ne serons pas trompés par les sourires